بله سلام علیکم، بفرمایید. الو. بله بفرمایید. خسته نباشید. سلامت باشید. خوبه آقای انصاری؟ زنده باشید. خودتون رو معرفی کنید، از کجا خیلی زنگ میزنید؟ ممنون. من از اهواز زنگ میزنم. از اهواز. آقای انصاری حال خوبه؟ من آقای ولیدم. ولید. آقای ولید، بفرمایید. آقای انصاری خیلی ممنون از برنامه‌های خوبتون. سلامت باشید آقا ولید. بعد من یه مطلبی داشتم. به اون هفته یکی آقای زنگ زد از اهواز، گفتن که عید فطر رو ما جشن میگیریم از این صحبتان. درست. فقط میخواستم بهش بگم که آیا شما که عید فطر رو جشن میگیرین و از این صحبتان نماز عید خوندین؟ عیدی که نماز نداره که عید نیست. خب درست. بعد همین خواستم بهش بگم که ما اینجا اصلا عیدی نمیگیریم برای عید فطر، اصلا عیدی در کار نیست. درست. درست. فقط همین خواستم بگم خیلی ممنون از برنامه‌های خوبتون. تشکرش. زنده باشید. الله متعال حفظتون کنه. خیلی تشکرش. ممنون. خدا نگهدارت.